عزیزان دل، یک محصولی خریدم برای نگاه‌ها و چشمای زیبای شما در آینده. همونطور که میدونید بچه‌ها ما داریم یه خونه اوکی می‌کنیم، یعنی خونه‌مون داریم درست می‌کنیم و قراره اونجا اتاق جدید من یه دکور گیمینگ خوشگلم پشتم داشته باشه. حالا شاید یه دکور ساده بزنم برای خفن و قراره یه سری تجهیزاتم عوض کنم. یکی از اصلی ترین تجهیزاتی که میخوام عوض کنم که به نگاه زیبای شما مربوطه دوربینمه. ما الان وبکم داریم، وبکم هم که الان داریم لاجیتک استریم کمه. وبکم خوبیه خداییش، همونطور که میبینید خوبه، وبکم بدی نبود، اما نگاه‌های زیبای شما باید عوامل رو با کیفیت بیشتری ببینه. به ویژه هر وقت میخوام دکور بذاریم، دوستان دکور بذارم خوشگل، پشتم خوشگل، مات کنم، یه سر خفن. رفتم یه دوربین خریدم، یه دوربین بسیار خفن که الان قراره با هم دیگه ببینیمش. اون دوربین چیزی نیست جز سونی ZV-E10. یه چند تا نکته. اولا که ZV-E10 دو مدل داره، یه مدل داره مدل 1، یه مدل هم داره مدل 2 اسمش، که مدل 2 35-6 میلیون گرونتر بود، اما فرق زیاد خاصی با هم دیگه نداشتن. برای کار ما که استریم و ویدیوه خیلی تفاوتی اونقدر ندارن، به ویژه توی آپارات خیلی حالا کیفیت اونجوری دیده نمیشه، اما همینم خیلی خفنه. یکی از بهترین دوربینای برای استریم کردن و ولاگ گرفتن و کلا کارهای تولید محتوایی که ما انجام میدیم. از این باز بالاتر میشه ZV-E1 که اون دیگه خیلی خفنه، روی 130 میلیون. من اینو بچا خریدم 52 میلیون، 20 روز پیش 40 میلیون بود، 20 روز شد 5 میلیون. حالا خلاصه اینو خریدم در آینده به زودی زود که قراره ما عوض کنیم تجهیزاتمون رو، یه دوربین خوشگل می‌زنم. دوربین رو با هم دیگه می‌کنم، یه سری چیز دیگه هم خریدم، اونم بهتون نشون بدم، بعد یکی باز می‌کنم بهتون نشون میدم. یک عدد پایه اندازه کله بنده است که یکی از پایه‌های خوب روزگار 2 میلیون و 200 پایه رو خریدم. خیلی پایه خوبیه دیگه، هم تلویزیون تلویزیون هم موبایل بهش وصل میشه، هم دوربین، هم از این دوربین گندا، هم تبلت، هم رینگ لایت، همش بهش وصل میشه، خم میشه، راست میشه، صاف میشه، کج میشه، بلند میشه، کوتاه میشه. خلاصه پایه دوربین خوبیه. من جمله چیزای دیگه که خریدم، یک مموری کارد SD پرسرعت برای دوربین که بتونه 4K هم ضبط و ذخیره کنه تو خودش، که البته ما 4K که به کارمون نمیاد، همینجوری ولی یه خوبش خریدم. و یه سری کابل آداپتورشه، اینم کابل آداپتور برق مستقیمش که خریدم، که اینا مهم نیست حقیقت. کلا همه این چیزهایی که با هم خریدم به اضافه یه دونه گلس خود دوربین و اینا شد 56 و 800. قابل اسم نداره. حالا بریم برای باز کردن یکی یکی اینا. اول دوربین، نکته اصلی و اصل ماجرا دوربینمونه. به زودی احتمال خیلی زیاد آنباکسی میکروفونم داشته باشیم. میکروفونم میخوام برای گوش‌های زیبای شما بهترین میکروفونی که وجود داره رو برای این کار بخرم، بهترین که حالا به زودی میبینیدشونم. البته این میکروفون الان خیلی میکروفون خوبیه، اما شما عزیزان باید بهترین حالت رو داشته باشید تو استریم. یعنی وقتی میایین هم چشاتون حال بیاد، هم گوشاتون حال بیاد، هم کلا حال بیاد. در جعبه دوربین خاطر ما یه بار اونجا بازش کردیم دیگه، خلاص یارو بازش کرد تستش کرد برام. ولی خب در جعبه 3 سالم گارانتی داره. البته بچه چون ما کارمون استریمه، چون بچه دوربین ما همیشه معمولا در اصل فقط تصویر رو داریم ریکورد میکنیم، باهاش ضبطی انجام نمیدیم، طول عمرش خیلی زیاد میشه دوربین یه استریمه، چون که نه عکس برداری میکنیم نه فیلم برداری خاصی میکنیم، فقط داریم صفحه رو کپچر میکنیم برای استریم. از من دوربین در بیارم. اینا که کابلشه، این سیماشه، سیم برقشه و فلان و اینا که خب اهمیتی نداره. اینم بندشه، اهمیتی نداره. باتریشه که ما استفاده نمی‌کنیم از باتریش، چرا شما برق مستقیم میزنیم بهش، باتریش استفاده نمیشه دیگه، باتریش میره اینور. اینم یه پشمکیه داره برای میکروفونشه، یه جورای نوزگیر میکروفونشه و پیگیر مال میکروفونشه. اینم که کابل برقشه که هیچی. بریم برای خود دوربین، چیز دیگه ای توش نیست جز خود اینم آداپتورش و خود دوربین. اصل ماجرا. بریم برای خود اصل کار که دوربین بسیار خوبیه برای کار ما. یه سری نکات مثبت هم این دوربین داره که حالا بهتون نکاتش هم میگم. ببخشید الهول شدم. نکته اول این که بچه من اینو فول کیتشو خریدم، یعنی رو خودش یه دونه لنزم داره، لنزی هم که روش داره لنز 16-50، یعنی از 16 تا 50 زوم این زوم اوت میتونه بکنه و
لنز خود سونی هم هست. لنز خیلی قوی نیست اما خب لنز خودشه دیگه. فقط من دکمه مکمه اینا رو بلد نیستم مثلا این چجوری اینجوری در میاد. آقا این خلاصه دوربین، اینم از دوربین زیبای ما، بسیار سبک. اینجا هم باز میشه به این صورت. و یکی دیگه از نکات مثبتی که این دوربین داره اینه که یه سری فیلترها داره، مثل فیلتر سافت اسکین. سافت اسکین چیکار میکنه؟ میاد به صورت خیلی زیبا و نامحسوس پوست عوامی رو شفاف میکنه. خوشگل میکنه منو. البته که من همینجوری شب زیبا هستم ولی تدیو خوشگل میکنه. خلاصه که اینم از دوربین جدیدمونه. دوربین بسیار زیباییه. امیدوارم که کارمونو راه بندازه. برای عکس برداری، فیلم برداری میشه استفاده کرد. و بچه میکروفون خیلی قوی هم داره، یعنی برای ولاگ گذاشتن، برای ولاگ گرفتن دوربین خیلی میکروفون خیلی خوبی هم داره. نویزگیرش هم این تو بود دیگه، این پشمالو نویزگیرشه. زینم بذارم روش. خیلی حالا از این راضی نیستم این پشمالو، ولی خب آره تو این وریه بابا. آره دیگه اینجوری میشه. خلاصه اینجوری میشه. همین دیگه. یه دونه هم کابل چیز نیاز داره، یه دونه کابل HDMI نیاز داره برای اینکه مستقیم بزنیمش به کامپیوتر. و خلاصه همین. من که راضیم. البته هنوز استفاده نکردم ولی به زودی قراره از این استفاده بکنیم بچه‌ها و امیدوارم که خوب باشه و جواب بده. ان شاءالله در آینده برای نگاه‌های شما دوربین با کیفیت تری بخریم. ولی اینم خدایش دوربین خوبی بود. قیمت این شد باز میگم 52 تومن. با این متعلقات و اینجور چیزا و این خرت و پرتا و اینا شد کلا 56 و 800. حالا به زودی بچه یه ویدیو آنباکس یه دونه میکروفون خیلی خفنم داریم، خیلی خفن، که ان شاءالله به زودی اونم میذارم براتون. مرسی که دیدید. ماچ به کله تک تکتون.